میفرماید که این صحابی بزرگوار میگم یکی از صحابه مریض شد، ما رفتیم اونجا که عیادتش بکنیم، گفتیم چطوره وضعیتت، چطوره حالتت، چطوره؟ گفت الحمدلله، خدا را سپاس، حمد الله را گفت. او صحابی فرمودند که ابشر بکفارات السیئات و حط الخطایا، بشارت باد بر شما با این عقیدت، با این صبر و حوصلت و صبوریت که گناهانت بخشیده شدند. فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، من از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم، یقول ان الله عز وجل انی اذا ابتلیت عبدا مؤمنا من عبادی، من وقتی یکی از بنده مؤمنم را در یک مصیبتی، در یک بیماری گرفتار بکنم، فحمدنی علی ما ابتلیتو، حمد الله را گفت، الله را سپاس گفت، الله را شکر کرد، ناراض نشد، فانه یقوم من مضجعه ذلك من الخطایا، او از این بستر بیماریش بلند می شود، الله او را گامی که شفا می دهد، که یوم ولدته امه، مانند این که تازه از مادر متولد شده. چنان الله سبحانه و تعالی او را از گناه معاف می کند و پاک می کند، تطهیر می کند، تزکیه می کند که او در برابر این مصیبت رضای الله را، خوشنودی الله را کسب کرد. و یقول الرب عز وجل انا قیدت عبدی و ابتلیته، من او را زندان کردم. یعنی بیماری در واقع یک زندانی است که نمیتواند جای تحرک داشته باشد، حرکت اعمال خیر انجام بدهد، می افتاد. الله سبحانه و تعالی می فرماید من او را زندان کردم، اسیر کردم و مبتلا کردم در این بیماری، فاجروا له کما کنتم تجرون له و هو صحیح. اون اعمالی که در دوران صحت و سلامتی انجام میداد، در دوران نقاهتش، بیماریش، همان اعمال را که گرچه نمیتواند انجام بدهد بنویسید برای او. پس عزیزان من، همه این مشکلات و مصیبت وقتی که بیاید برای یک مؤمن، برای مسلمان، بداند که اون مؤمن و مسلمان باعث تطهیر و پاکی گناهان او شود، ناراحت نشود، پریشان نشود، غم و اندوه در وجود خودش، در ایمان خودش را ندهد که شاید این الله از او ناراض شده، چند سال بیماره، جانش رفت، مالش رفت، زندگیش رفت، فتنه آمد بر او در زندگیش و ناراحت بشود که الله از او ناراض است. خیر، مؤمن و مسلمان بیماری، مشکلات، فتنه، همه اینها وقت تحمل بکند، رضا به قضای الله باشد، به تقدیر الله راضی باشد، الله سبحانه و تعالی او را چنان عزت میدهد، چنان او را پاک میکند انگار که تازه از مادر متولد شده. پس عزیزان ما، تکفیر گناهان ما، یکی از اسباب تکفیر گناهان ما این بیماری و مصیبت و فتنه و بلایا و مشکلات هستند که آن را مطابق کتاب و سنت با صبر، با شکیبایی و با رضایت تقدیر الهی بپذیریم و ناراض نشویم که الله سبحانه و تعالی باعث تکفیر گناهان ما قرار بده.